آیت الله قزوینی و قیچی کردن قول امام صفدی درباره گنجی. اون آقایان یا مخاطبین شما که میگن بله در شبکه فلان و فلانی داره همینطور مثل آب خوردن دروغ میگه، واقعا مردانگی دارید، شهامت دارید، وجدان دارید، انصاف دارید، یک دو تا از دروغ های ما را بیارید روی ماهواره هاتون اعلام کنید بله فلانی این رو گفته در صحیح بخاری خلاف این هست، فلانی این رو گفته در صحیح مسلم خلاف این هست. یک مورد برای مردم نشان بدید، ما نمیگیم هزاران مورد. و همچنین بزرگان دیگر اهل سنت، شما ببینید جناب گنجی شافعی که خب آقایان اهل سنت نسبت به او عبارتهای عجیبی دارن که اون روز من که یکی از این آقایان میگه آقا این گنجی شافعی که شیعه هست و چی هست، والا ما نمیداریم، ما قبول داریم اینا رو دونه دونه جدا کنید به ما بدید، ما بعدمون نمیاد. ولی خب علامه صفدی صاحب کتاب الوافی بالوفیات که دیگه گل سرسبد علمای اهل سنته، میگه کان اماما محدثا، با این تعبیر الوافی بالوفیات رو میبینن جلد 5 صفحه 148 درباره گنجی شافعی اینه میگه ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به مکه فی بیت الله الحرام لیلة الجمعه، بعد میگه ولم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله الحرام، نه قبل از علی نه بعد از علی کسی در بیت الله الحرام متولد نشده. گنجی شافعی متوفای 658 هجری از اعیان قرن 7 هجریه. اکراما له بذالک، خدای عالم با ولادت علی در تعبه از مقام والای علی تجلیل کرد و گرامی داشت جایگاه علی را. اکراما له بذالک اجلالا لمحله فی التعظیم. این تعبیر برای شما کنم طبق معمول و عادت همیشگی جناب آیت الله قزوینی در دروغگویی، تلبیس و قیچی کردن سخنان علمای اهل سنت، بار دیگر ایشان با بیشرمی سخنان امام صفدی درباره گنجی را قیچی کرده و میگوید من که یکی از این آقایان میگه آقا این گنجی شافعی که شیعه هست و چی هست، والا ما نمیداریم، ما قبول داریم اینا رو دونه دونه جدا کنید به ما بدید، ما بعدمون نمیاد. ولی خب علامه صفدی صاحب کتاب الوافی بالوفیات که دیگه گل سرسبد علمای اهل سنته، میگه کان اماما محدثا، با این تعبیر الوافی بالوفیات رو میبینن جلد 5 صفحه 148 درباره گنجی شافعی اینه میگه. اما بینندگان گرامی، اکنون بیایید با هم قول امام صفدی در الوافی بالوفیات را ببینیم. امام صفدی میفرماید محمد بن یوسف بن محمد بن الفخر الکنجی نزیل دمشق عن ابي الحديث وسمع ورحل وحصل، كان إماما محدثا لكنه كان يميل إلى الرفض، جمع كتبا في التشيع وداخل التتار، فانتدب له من تأذى منه فبقر جنبه بالجامع في سنة 58 و600، وله شعر يدل على تشيعه. محمد ابن یوسف فخر گنجی ساکن دمشق که حدیث را شنید و برای شنیدن حدیث سفرهایی کرد. وی امامی محدث بود ولکن به مذهب رافضه میل داشت. کتابهایی را در مذهب تشیع جمع نمود. ایشان با مغول همدست شد و در نتیجه یکی از مردم که از دست او آزار دیده بود در سال 658 هجری در مسجد جامع او را به قتل رساند. گنجی شعری دارد که گواه بر شیعه بودن اوست. الوافی بالوفیات امام صفدی. بینندگان گرامی، متوجه شدید که چگونه این چوپان دروغگو نیمی از سخنان امام صفدی را ذکر کرده و باقی سخن او را قیچی می کند تا مردم را فریب دهد. واقعا جا داره که یک نفر بیاد تو این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه و دروغ اینجوری میگه، اینطور دروغ، اینطور تزویر، اف بر این شرف، ای اف بر این وجدان، لعنت بر این وجدان.